استاد محترم یک نکته خوب ذکر کردین که همه کارا میکنن ولی هیچ کس حرف نمیزنه. حالا اگر ببینیم همین قانونهای قبول کرده، یکی از این قانونها حاجی طلبان است. حاجی طلبان اگر که شما بدونید کسانی که از حج میان در تاجیکستان دیگر همون نزدیکاشون رو دعوت میکنن، یک طبق نان میکنن و به مردم میکنن. این عرف و عادت مردم تاجیکستان است. قانون در اینجا گفتن که این یعنی وقتی که علمای دین یا کمیته دین این چیز پیشنهاد کرده است، یکی از سبباش این است که در اینجا خراجات زیاد میشه و این خراجات هم ما تنظیم میکنیم که به کجا بره. یعنی حکومت وقتی که میگه ما سکولار یعنی به دین دخالت نمیکنه، الا اینا تنظیم همون خراجات هم ما میگیم که کجا شما مصرف کنین. برادر عزیز الان اینا میان میگن که آجی طلبان میشد اینقدر خرج میشد، مردم ختم و خیرات میکنن اینقدر خرج میکنن، مردم عروسی میکنن اینقدر خرج میکنن. اولا به تو چی؟ وظیفه علماست که مردم رو بگن اسراف نکنید. کسی حق نداره برای مردم تعیین تکلیف بکنه که این کارو بکنید این کارو نکنید، الا که مخالف شریعت باشد، مخالف عرف جامعه باشد، ضرری به مردم برساند. طرف داره این کارو میکنه، اسراف نکنه، بکنه. ببین هدفی نیست، هدف این است که این طرف از حج آمده، اون پیام اخوت، اون پیام توحید، اون پیام هایی که از حج آورده با خودش، این در بین مردم پخش نشوه. وانگهی من از شما یک سوال میپرسم، در این جشن های نوروزی خرچی که روی لباس های دخترای بیچاره و مظلومی که به زور میارن اونجا میرقصانن، این بیناموس ها میرقصانن این دخترها رو، پولی که سر لباس های اونها خرج می شود، آیا از خرج کل ختم و خیرات حاجی طلبان و همه اسراف های ملت تاجیکستان بیشتر هست یا نیست؟ 100%. جشن خربزه میشه، در ده ها شهرها این کار میشه. بله، جشن خربزه میشه، که جشن تربوز میشه، که جشن نمیدونم شفتالو میشه، جشن زردالو میشه. من میترسم فردا جشن کشمش و جشن هویج و زردک و سبزی و این چیزا را بندازد. در این جشن ها پول خرج نمیشه؟ این همه خرچی که در فقط نورافشانی و در آماده کردن این تالارهایی که این مراسم‌های مزخرفشان برگزار میکنن دولت، در اونجا پول خرج نمیشه؟ در شب سال نو در این جشن‌های کریسمس میلیون‌ها میلیاردها دلار در سراسر دنیا فقط آتشبازی نمیشه؟ اما سر مسلمان بیچاره که آمد بعد 100 تا برای او چیز میتراشن که این کارو بکن این کارو نکن. بابا جان این مسائل شخصی حقوقی انسان هاست، حکومت نباید در این مسائل مداخله بکنه مادامی که ضرری به جامعه و ضرری به حکومت نمیرسانه. پول برق تاجیکستان به افغانستان فروخته میشه، میلیون ها دلار پولش به تاجیکستان میاد، اما مردم تاجیکستان برق ندارن. کسی بیاد این پولا رو حساب بکنه که این پولها کجا میرود؟ این همه زمین ها، معادن و جاهایی که به چینایی ها به مدت 100 سال کرایه داده شده است، فروخته شده است، درآمد این کجا میرود؟ آیا ملت تاجیکستان حساب خبر دارن، از کتاب خبر دارن، از این قراردادها خبر دارن که این پولها کجا میرود، به جیب کی میرود، کجا خرج میشود، کی میبرد، کی میخورد؟ افتادن پشت یک ملت بیچاره که تو این کارو بکن این کارو نکن. حالا مثلا $100، من نمیگم این کارها کارهای خوبی است، نمیخوام مشروعیت بدم، اما مادامی که مخالف دین نیست، به جامعه ضرر نمیرساند، به امنیت و آرامش حکومت و دولت ضرر نمیرساند، چرا باید در مسائل شخصی مردم مداخله شود؟ اصلا دولت بیاید از این پولهای کلانی که از پروژه های بزرگ میلیونی میلیاردی میاد، از این باید به مردم پاسخ بده.